سلام به شنونده های عزیز رادیو پیوند. امشب قراره درباره یه زخمی حرف بزنیم که خیلی‌ها تجربهش کردن، ولی کمتر کسی ازش با صدای بلند حرف میزنه. خیانت، یه ضربه احساسی که فقط یه رابطه رو نمیشکنه، گاهی عزت نفس، اعتماد و حتی ایمان آدم به خودش رو هم میلرزونه. اما این اپیزود برای باز کردن زخم نیست، برای ترمیم روحه. قراره با هم دیگه یاد بگیریم چطور بعد از خیانت دوباره خودت رو جمع کنی، نفس بکشی و حتی قوی تر از قبل برگردی. 22 قدم برای تقویت روحیه بعد از خیانت دیدن. بعد از خیانت دیدن اولین چیزی که از بین میره تعادل درونیه. انگار یه طوفان میاد و کل وجودت رو زیر و رو میکنه. یه لحظه خشم داری، لحظه بعد بغض، یه ساعت بعد هم سردی. و این نوسان خسته کننده ترین بخش ماجراست. اما خبر خوب اینه که اگه بدونی چطور ازش رد بشی، از اون آدمی که بودی قوی تر در میای. قدم اول، احساساتت رو قفل نکن. خیلیا بعد از خیانت خودشونو سانسور میکنن، میگن نمیخوام نشون بدم ناراحتم یا نمیخوام اون فکر کنه برام مهم بوده. ولی بذار یه چیزی رو روشن بگم. احساس دشمن تو نیست، فقط یه موج سنگینه که باید بذاری رد بشه. اگه نگهش داری دردت رو چند برابر میکنه. گریه کن، بنویس، حرف بزن، اما نذار سکوتت تبدیل به زندان احساساتت بشه. قدم دوم، معنی خیانت رو برای خودت باز تعریف کن. خیانت به معنی کافی نبودن تو نیست. خیانت ضعف اون آدمه در انتخاب درست، نه ضعف تو در دوست داشتن. هر کسی از یه جایی میشکنه، اما بعضیا انتخاب میکنن از مسیر اشتباه فرار کنن. تو قربانی نیستی، فقط با آدم اشتباهی روبرو شدی و فرق آدم قوی با ضعیف همینه که زخم رو میفهمه اما توش نمیمونه. قدم سوم، از مقایسه فرار نکن. بزرگترین اشتباه بعد از خیانت اینه که شروع میکنی خودت رو با اون آدم جدید مقایسه میکنی. شاید از من قشنگتر بود، شاید شوخ‌تر بود، شاید باهاش راحت تر بود. ولی بدون هیچ کدوم مهم نیست. کسی که بهت خیانت کرده دنبال بهتر نبوده، دنبال احساس متفاوت بوده. اون حس همیشگی نیست و اما تویی که وفاداری و صادق بودی با ارزش تر از هر مقایسه هستی. یه جمله رو یادت بمونه. کسی که تو رو ندید از دست دادن تو مجازاتشه، نه امتیازش. قدم چهارم، ذهنت رو از سوالهای بی‌پاسخ خالی کن. ذهن بعد از خیانت مدام دنبال دلیل میگرده. مدام با خودش میگه چرا این کارو کرد؟ از کی شروع شد؟ من کجا کم گذاشتم؟ اما این سوالها نه کمکت میکنن نه آرومت میکنن. اون چیزی که ذهن میخواد بدون دلیل واقعی پیدا کنه فقط یه جور مقاومت در برابر واقعیت تلخه. بپذیر که شاید هیچ جوابی وجود نداشته باشه جز این که اون انتخاب اشتباهی کرد. پذیرش یعنی آزاد شدن، نه تسلیم شدن. قدم پنجم، بدن و روحت رو بازسازی کن. خیانت فقط احساسی نیست، فیزیولوژیکه. خوابت به هم میریزه، اشتهات کم میشه، ضربان قلبت بالا میره، بدن درگیر یه بحران واقعیه. باید دوباره آرومش کنی. ورزش کن، غذای سالم بخور، صبح زود از خونه بیرون برو. بدن قوی ذهن رو قوی تر میکنه. وقتی جسمت آروم میشه، قدرت تصمیم گیریت برمیگرده. اون موقع تازه میفهمی چقدر ازت انرژی گرفته شده بود. قدم ششم، رابطت رو با خودت دوباره بساز. خیانت باعث میشه خودت رو گم کنی، چون همه تمرکزت روی اون طرف بوده. حالا وقتش دوباره به خودت برگردی. اون کارهایی که دوست داشتی ولی کنار گذاشتیشون رو دوباره شروع کن. موزیکی که بهت حس خوب میداد، سفری که همیشه میخواستی بری یا حتی یه پیاده روی بی هدف. این یعنی داری به خودت یادآوری میکنی من هنوز میتونم زندگی کنم حتی بدون اون. و همین نقطه شروع بازسازی شخصیتته. قدم هفتم، از احساس گناه جدا شو. خیلی‌ها بعد از خیانت یه حس عجیبی دارن. انگار خودشون باعثش شدن. شاید اگه بیشتر بهش توجه میکردم نمیرفت. شاید اگه بهتر رفتار میکردم نمیرفت دنبال یکی. ولی نه. تصمیم اون برای خیانت انتخاب خودش بود، نه واکنش به کمکاری تو. وقتی مسئولیت اشتباه بقیه رو گردن خودت میندازی، عملاً زجرت رو 2 برابر میکنی. یادت باشه تو دلیل خیانت نبودی.
قربانی بی‌مسئولیتی کسی شدی که از گفتن حقیقت ترسید. این 7 قدم شروع بازگشت به خودته. تو هنوز تموم نشدی، فقط یه لایه از اعتمادت شکسته و اون چیزی که میتونه دوباره بسازه تو رو فقط خودتی. در ادامه میریم سراغ بخش دوم این مسیر. چطور درد رو تبدیل به قدرت کنی و چطور دوباره یاد بگیری اعتماد کنی بدون اینکه ساده دل به نظر برسی. وقتی خیانت میبینی بعد از اون شوک اول یه مرحله خطرناکتر شروع میشه. مرحله بی‌حسی. همون جایی که نه گریه میکنی نه عصبانیتی داری، فقط یه خستگی عمیقی داری که نمیدونی از کجاست. این دقیقاً همون جاییه که باید بجنگی. چون اگه توی این سکوت بی احساس بمونی کم کم به خودت شک میکنی. پس بیا با هم بریم سراغ قدم‌های بعدی برای تقویت روحیه بعد از خیانت. هم برای آقایون و هم برای خانم‌ها. قدم 8: از انتقام بگذر، اما فراموش نکن. خیلی‌ها بعد از خیانت به فکر تلافی میافتن. یه رابطه جدید، یه نمایش منم میتونم مثل تو، اما باور کن اون فقط زخم رو عمیق‌تر میکنه. انتقام یعنی هنوز باور داری با همون انرژی اون آدم داری زندگی میکنی. بخشیدن فرق داره. بخشیدن یعنی دیگه نمیخوام توی ذهنم زندگی کنی. ولی فراموش کردن نه. تو نباید چیزی رو فراموش کنی، فقط باید ازش بگذری. آدمی که خیانت میکنه درسی میشه برای انتخابهای بعدی، نه معیاری برای ارزش تو. قدم 9: از خودت مراقبت احساسی کن، نه فقط جسمی. اگه دلت میخواد یه روز بخندی بخند. اگه دلت نمیخواد با کسی حرف بزنی خب حرف نزن. اگه یه شب دلت گرفت و زدی بیرون اشکالی نداره. خیلی‌ها فکر میکنن مراقبت از خود یعنی ماساژ، خرید، سفر. نه. مراقبت احساسی یعنی به خودت گوش بدی بدون هیچ قضاوتی. یعنی اجازه بدی خودت باشی با همه ضعف‌ها و افت و خیزها. یه روز خوب نمیتونه درد دیروز رو پاک کنه، ولی نشونه اینه که هنوز امید زنده است. قدم 10: خودتو از چرخه قربانی بودن بکش بیرون. خیانت یه اتفاقه، نه هویت. نباید به خودت بگی من اونیم که بهش خیانت شد. تو فقط یه تجربه سخت داشتی، ولی هنوز اون آدم با ارزش و توانمندی. اگه توی ذهن خودت تبدیل به قربانی بشی، هر رابطه بعدی رو هم با ترس شروع میکنی. پس به جای تعریف کردن قصه دردت، تمرکز کن روی روایت رشدت. یه روز میرسه که به خودت نگاه میکنی و میگی دیدی بالاخره ازش رد شدم. قدم 11: زمان بده ولی به بتالت نگذره. همه میگن زمان همه چیز رو درست میکنه، ولی واقعیت اینه که زمان فقط وقتی شفا میده که ازش درست استفاده کنی. یعنی چی؟ یعنی تو باید فعالانه درگیر ترمیم خودت باشی. مطالعه کن، چیزای جدید یاد بگیر، یه مهارت تازه رو امتحان کن. هر قدمی که برمیداری بیرون از اون فضای ذهنی یه قدم به سلامتی روان نزدیکتر میشی. یادت باشه فراموشی اتفاق نمیفته، ساخته میشه. قدم 12: با احساس تنفر درست رفتار کن. خیانت مثل آتش یه جرقه کوچیک از نفرت توی وجودت روشن میکنه. اگه باهاش نسازی اون آتیش همه چیز رو میسوزونه. نفرتت رو انکار نکن، ولی اجازه هم نده جهت زندگیت رو تعیین کنه. بهش بگو میدونم هستی اما من ازت قوی ترم. همین جمله ساده یعنی کنترل ذهنت رو داری پس میگیری و هر بار که بدون کینه لبخند میزنی یه قدم از درون آرومتر شدی. قدم 13: اعتمادت رو از نو تعریف کن. بعد از خیانت همه میگن دیگه به هیچ کس نمیتونم اعتماد کنم، ولی واقعیت اینه که مشکل اعتماد نیست. مشکل اینه که ما اشتباه اعتماد میکنیم. اعتماد باید تدریجی باشه، نه هدیه‌ای که روز اول میدی. وقتی خودت رو دوست داری دیگه راحت اعتماد نمی‌کنی، اما از عشق هم نمی‌ترسی. یاد بگیر به نشونه ها توجه کنی، نه حرف ها. اعتماد یعنی انتخاب آگاهانه، نه کورکورانه. قدم 14: از رابطه جدید فرار نکن، اما عجله هم نکن. بعضیا بعد از خیانت میگن من دیگه هیچ وقت عاشق نمیشم، ولی اون فقط یه دیواره دفاعیه. تو حق داری عاشق بشی، فقط باید قبلش زخم تو ببندی. اگه هنوز با اسمش، صدای پیام‌ها یا خاطراتش میلرزی، یعنی هنوز آماده نیستی. اما یه روز یه نفر میاد که بدون تلاش خاصی آرومت میکنه و اون موقع میفهمی خیانت پایان نبود، فقط یه غربال بود تا بدونی چی میخوای. قدم 15: معنای تازه‌ای برای زندگیت پیدا کن. خیانت میتونه نقطه شروع یه مسیر جدید باشه. یه هدف تازه، یه پروژه شخصی، یه شغل یا حتی یه سفر.
بذار ذهنت روی چیزی تمرکز کنه که از خودت بزرگتره. چون وقتی معنا داری درد کوچیک‌تر میشه. بزرگترین انتقام از کسی که بهت خیانت کرده اینه که خوشحال‌تر از قبل زندگی کنی. و یه نکته مهم، این مسیر برای زن و مرد یکیه، فقط شکلش فرق میکنه. مردها بیشتر سکوت میکنن، زنها حرف میزنن، ولی در نهایت هر دو دنبال یه چیزن: آرامش بعد از آشوب. در ادامه میخوام برات بگم که چطور از دل همین درد رشد واقعی اتفاق میفته. چطور از خیانت یه درس بسازی برای شناخت عمیق‌تر خودت. گاهی بعد از خیانت آدم حس میکنه دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیشه. انگار یه بخش از وجودش برای همیشه خاموش شده. اما اون خاموشی ابدی نیست. فقط یه استراحت روانیه. مغزت داره خودش رو از شوک بیرون میکشه. اگه بهش فرصت بدی دوباره روشن میشه، فقط این بار پخته تر. بریم سراغ بخش سوم این مسیر بازسازی. اونجایی که قراره بفهمی چطور از این درد قدرت بسازی. قدم 16 به جای دنبال کردن جواب دنبال معنا باش. یه جمله معروف هست میگه که دردی که معنیش رو پیدا نکنی نابودت میکنه. به جای اینکه مدام بپرسی چرا این کارو کرد، از خودت بپرس الان از این اتفاق چی یاد گرفتم. شاید یاد گرفتی بیش از حد اعتماد کردی یا خودتو فراموش کردی. شاید یاد گرفتی عشقی که خودت نداری نمیتونی از کسی بگیری. وقتی دنبال معنا بری، درد تبدیل به معلم میشه. اون موقع دیگه گذشته آزاردهنده نیست، میشه یه تجربه رشد. قدم 17 از خشمت برای ساختن استفاده کن. خشم یه انرژی بسیار بزرگه، یا میسوزونه یا میسازه. تو انتخاب میکنی باهاش چی کار کنی. میتونی خشمت رو بریزی رو سر بقیه یا میتونی ازش به عنوان سوخت استفاده کنی. شروع کن به تغییر. ورزش، یادگیری، سفر، هر چیزی که جریان زندگی رو برگردونه. اون لحظه که داری عرق میکنی یاد بگیر دارم با دردم زندگی میکنم، نظیرش. خشم کنترل شده قدرت میسازه، خشم بی هدف فقط دیوار. قدم 18 مرز جدیدت رو بر اساس تجربت بساز. بعد از خیانت یا زیادی دیوار میکشی یا زیادی باز میشی، ولی مسیر سالم وسطشه. مرز یعنی بدونی چی برات قابل قبوله و چی نه. یعنی توی رابطه بعدی از همون اول روشن بگی چی برات مهمه. مرز یعنی نه با بدبینی بلکه با آگاهی وارد رابطه بشی. تو از اون آدم عبور نکردی که فراموشش کردی. عبور کردی چون یاد گرفتی باید متوقف بشی. قدم 19 با احساس کمبود خودت آشتی کن. آدم بعد از خیانت یه احساس گنگ داره، انگار کافی نیست. ولی بدون کامل بودن یه افسانه است. هممون نقص داریم، اما همین نقص‌ها ما رو واقعی میکنن. به جای اینکه سعی کنی اون آدم رو شکست بدی، خودت رو بفهم. خیلی وقتا خیانت باعث میشه برای اولین بار خودت رو جدی بگیری. اگه اون اتفاق باعث شد بفهمی باید برای آرامش خودت تلاش کنی، بدون درد بیفایده نبود. قدم 20 رابطت با خدا یا هر معنایی از هستی که داری اون رو بازسازی کن. وقتی خیانت میکنی یا خیانت میبینی یه حس بی‌عدالتی درونت شکل میگیره. ولی اگه توی سکوت به بالا نگاه کنی میفهمی دنیا همیشه تلافی نمیکنه، ولی درس میده و اون درس گاهی تو رو تبدیل به آدمی میکنه که بدون اون شکست نمیشدی. بعضی زخم‌ها فقط با بخشش بهبود پیدا میکنن، نه با منطق. بخشش نه برای اون، برای خودت. چون خشم فقط زنجیرت میکنه به گذشته. قدم 21 به قلبت فرصت بده دوباره تپش واقعی رو حس کنه. نه، منظورم این نیست که سریعاً عاشق شو. منظورم اینه که بذار دوباره بتونی احساس کنی. به صدای درونت گوش بده، به لحظه هایی که لبخند میزنی بدون دلیل. اون یعنی هنوز زندگی توی رگالته. وقتی بتونی بدون ترس، بدون قضاوت یه نفر رو دوباره باور کنی، یعنی از خیانت عبور کردی، نه فراموشش کردی. قدم 22 تبدیل شو به نسخه‌ای که ازت گرفته شد. خیانت معمولاً باعث میشه حس کنی تیکه‌ای ازت گم شده، ولی واقعیت اینه که اون تیکه رو ازت نگرفتن. فقط باعث شدن نتونی پیداش کنی. تو هنوز همون آدمی، فقط حالا آگاه‌تر، با چشم‌های بازتر. از اونجا که شکستت، همونجا دوباره بساز خودت رو. هیچ کس نمیتونه ارزشت رو کم کنه مگر اینکه خودت اجازه بدی. و در نهایت یادتون باشه این مسیر مسابقه نیست. هیچ کس از فردای خیانتش خوب نمیشه، اما هر روزی که یه ذره بیشتر لبخند زدی، یه قدم جلو رفتی.
گاهی آدم‌ها بعد از خیانت به یه نقطه میرسن که حس میکنن دیگه هیچ کس ارزش اعتماد کردن نداره. یه دیوار دور خودشون میکشن، سرد، محکم و بدون هیچ حرفی. ولی پشت اون دیوار همیشه یه آدم خسته است، نه قوی. اگه بهت خیانت شده، بدون که محافظت از خودت نباید تبدیل به زندانی کردن خودت بشه. چون بخش آخر مسیر بازسازی روحی اینه که یاد بگیری چطور دوباره قلبت رو باز کنی بدون اینکه آسیب پذیر بشی. اول از همه باید بدونی بخشش یعنی رها شدن، نه مصالحه. تو قرار نیست برگردی. قرار نیست تظاهر کنی همه چیز خوبه. فقط باید اون حس سنگین خشم و انتقام رو از روی دوشت برداری. بخشیدن مثل پایین گذاشتن یه بار سنگینیه که دیگه نمیخوای حملش کنی. به خودت بگو من ازش عبور کردم، نه برای اون، برای آرامشم. اون لحظه یه اتفاق درونی میفته. انگار ذهنت بالاخره میفهمه رنج تموم شده. قدم بعدی اینه که با خاطراتت صلح کنی. یعنی چی؟ یعنی اگه یه آهنگ یا یه مکان یا یه تاریخ خاص هنوز دلتو میلرزونه، فرار نکن. برو سراغش. ذهن فقط چیزی رو رها میکنه که بهش نگاه کنی، نه چیزی که ازش فرار میکنی. روزی که تونستی با خاطره ها روبرو بشی، بدون لرزش، بدون بغض، همون روزیه که بهبود واقعا شروع شده. خیلی‌ها فکر میکنن فراموش کردن یعنی پاک کردن، ولی واقعیت اینه که شفا یعنی یاد گرفتن این که چطور بدون درد یادش کنی. حالا وقتشه دوباره خودت رو تعریف کنی، نه اون آدمی که شکست، بلکه اون آدمی که از شکست عبور کرد. تو دیگه اون آدم ساده قبل نیستی، اما این یعنی قوی تر شدی. یاد گرفتی ارزش عشق تو چقدره، یاد گرفتی مرز کجاست، یاد گرفتی چه چیزایی رو نباید نادیده بگیری. تو فقط از یه رابطه بیرون نیومدی، از یه مرحله از خودت عبور کردی. یه نکته طلایی هم هست که کمتر کسی بهش توجه میکنه. آدمی که زخم دیده اگه خودش رو بازسازی کنه تبدیل میشه به امن‌ترین آدم دنیا، چون اون دیگه درد بی‌توجهی، دروغ و بی‌وفایی رو میشناسه و دیگه تکرارش نمیکنه. تو بعد از خیانت اگه راه درستی رو بری، نه تنها به عشق ناامید نمیشی، بلکه تبدیل میشی به همون پناهگاه واقعی که خودت دنبالش بودی. همین قدرت رو از دست نده و آخر از همه یه یادآوری صادقانه. نذار اون اتفاق تعریف کنه کی هستی. خیانت یه فصل از زندگیته، نه کل داستانت. فصل‌ها میان و میرن، اما ریشه ها اگر سالم بمونن دوباره سبز میشن. تو اون ریشه‌ای هستی که با وجود همه طوفان‌ها هنوز زنده است. هر بار که لبخند میزنی با اینکه دلیلی نداری، یعنی هنوز امید داری و این یعنی هنوز زنده‌ای. هنوز توان عشق ورزیدن داری و هنوز شایسته یه عشق واقعی هستی. فقط این بار از نوع آگاهانش. چون آخر این مسیر یه توی جدید منتظره، آرومتر، قویتر، با چشمهای بازتر. اگه این اپیزود برات مفید بود یا حس کردی یه گوشه از دلتو لمس کرد، حتما برام بنویس. اگه استقبال کنی، در اپیزود بعدی میریم سراغ یه موضوع تکمیلی تر. چطور بعد از خیانت دوباره اعتماد بسازی بدون اینکه ساده دل یا سنگ دل بشی. قبل از اینکه ویدیو رو ترک کنی به این سوالم فکر کن. تو اگه دوباره فرصت عاشق شدن پیدا کنی، با ترس میری جلو یا با ایمان؟ تا ویدیوی بعدی مراقب دلتون باشید. خدا نگهدار.